بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. توحید: شما را چه کسی آفریده است؟ جواب: ما و پدران و مادران ما و زمین، آسمان و تمام مخلوقات را خداوند آفریده است. خداوند متعال دنیا را از چه چیزی پیدا کرده است؟ جواب: آن را با قدرت و دستور خویش با وجود آورده است. به اشخاصی که خداوند را قبول ندارند چی میگویند؟ جواب: به آنها کافر گفته می شود. کسانی که بغیر از خداوند از کسان دیگر سؤال یعنی طلب حاجت می کنند یا به 2 و یا 3 خدا باور دارند، به آنها چی گفته می شود؟ جواب: به این چنین اشخاص کافر و مشرک گفته می شود. مشرک بخشیده می شود یا نه؟ جواب: مشرکان بخشیده نمی شوند و همیشه در رنج و عذاب می مانند.